سلام، امروز قراره توی این ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری مدل موی انیمه‌ای بکشین. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب من اول وارد سایت پینترست میشم و این عبارتی که اینجا نوشتم و جستجو میکنم که برام کلاهگیسای انیمه‌ای بیاره که به عنوان رفرنس ازش استفاده کنم و مدل موی انیمه‌ای بکشم. خب اونا رو وارد نرم افزار کلیپ استودیو میکنم. از فتوشاپ یا هر برنامه دیگه هم میتونین استفاده کنین یا حتی روی کاغذ این طرح‌ها رو بکشین. اصلا واجب نیست که حتما توی نرم افزار باشه. خب من تقسیم بندی میکنم هر کلاهگیس و هر تصویری که سیو کردم و قسمت‌های کلی این موها رو از هم جدا میکنم و میکشم برای خودم که بدونم چجوری میشه یک مو رو کشید و تقسیم بندیاش چجوریه. اول مرکز مو رو همونجور که میبینین مشخص میکنم اون وسط سر رو و بعد تارهای مو دسته دسته کشیده میشن. از شکل‌های هندسی خیلی ساده استفاده می‌کنم تا بتونم تقسیم بندی راحت‌تری داشته باشم، راحت‌تر بتونم تصویرها رو بکشم و این باعث میشه که من بتونم خیلی راحت یه موی خیلی خوشگل انیمه‌ای بکشم و اصلا نگران جزئیات نباشین، چون بعد از اینکه شکل کلی موها رو مشخص کردیم بعد میریم سراغ جزئیات و کم کم جزئیات رو اضافه میکنیم تا مدلمون کامل بشه و طرحمون خوشگل بشه. بعد از اینکه اون شکل کلی کشیدم میام و حالا یه مدل رو برای خودم تمرین میکنم و میکشم. اول خب شکل جمجمه رو میکشم که بعد بتونم مو رو روی اون بکشم و شروع میکنم تقسیم بندی ها رو روی تصویرم انجام میدم و بعد میام روی اون جمجمه‌ای که کشیدم این دستای مو رو اضافه میکنم. اول از همونطور که میبینید از یه رنگ سبز استفاده کردم و اون مرکز مو رو مثل دایره مشخص کردم، مرکز سر رو که موها ازش یه جورای آویزون شده و بعد اون شکل کلی رو میکشم. این تقسیم بندی‌های هندسی رو واقعا این کارم رو خیلی راحت میکنه و باعث میشه که شبیه همون تصویرم بشه موهایی که میکشم و هر چقدر هم که تمرین کنین این کاملا توی ذهنتون میمونه که یه مو رو چجوری میشه کشید و بعد از چند بار که این تصاویر رو دیدین و تقسیم بندیش رو انجام دادید و اینجوری ازش تمرین کردید کاملا میتونید ذهنی و بدون رفرنس و هیچ تصویر و مدلی این موها رو روی کاراکترتون بکشین و دیگه حتما نیاز ندارین که رفرنس داشته باشین برای کارتون. خب من بعد از اینکه حالت کلی موها رو کشیدم بعد از اون میام و جزئیات رو کم کم به کارم اضافه میکنم و هر جزئیاتی که روی تصویر میبینم و میکشم. به جز اون میتونم خودم هم چیزایی اضافه کنم به طرحم که هم طرحم جذابتر بشه و یه جورایی اغراق میکنم توی کار که بیشتر طرحم کارتونی بشه و اون حالت انیمه‌ای بگیره. نمیخوام خیلی حالت رئال و هایپر رئال داشته باشه طرحم، اصلا به خاطر همین کلاهگیس انتخاب کردم که به عنوان رفرنس استفاده کنم، چون اگه میخواستم خیلی رئال و هایپر رئال باشه
از تصویر واقعی و موهای آدمای واقعی استفاده میکردم، ولی این کار رو نکردم. اگه میخواین مدل موی انیمه‌ای بکشین و کارتونی بکشین، بهتره که از مدل‌های کلاهگیس و مدل‌های فانتزی استفاده کنین برای طراحیاتون. خب من بعد از اینکه جزئیات رو کشیدم میام و یه حالت دورگیری انجام میدم و توی دورگیری هم باز هم همونطور که میبینید جزئیات بیشتری رو اضافه میکنم به طرحم که واقعا هم بعد از اینکه دورگیری انجام میشه اصلا طرح خیلی خوشگل و دوست داشتنی میشه. من که خیلی دوستش دارم. و بعد میام حالت فلت رنگ گذاری میکنم. بعد از اینکه این رنگا رو گذاشتم میام حالا سایه پردازی و نور پردازی اینا میکنم تا طرحم خوشگل تر بشه و کامل بشه. و همونطور که میبینید بعد از رنگ‌آمیزی چقدر خوشگل میشه و دوست داشتنی میشه. خب من بعد از اینکه سایه ها رو گذاشتم و نورها رو هم اضافه کردم، گفتم که چه بهتره که یه مدل دیگه هم همینجوری بکشم و خب مدل‌های بعدی که میکشم بهتر از این طرح اولیه میشه. هر چقدر بیشتر تمرین کنین کارتون بهتر میشه. خب من اومدم یه مدلی که به نظرم خوشگل تر بود و انتخاب کردم و باز هم به همون صورت اول کلیات رو کشیدم، تقسیم بندی ها رو انجام دادم و بعد دورگیری کردم که طرحم خب خیلی خوشگل شد، خیلی دوستش دارم. و رنگش هم من یه جورایی توی رنگ‌آمیزی هم اغراق کردم و رنگ صورتی رو برای این موها انتخاب کردم. خب همونطور که می‌بینید تصویرم یه حالت بلوند خیلی روشن داره، سفیده. من رنگ صورتی رو انتخاب کردم برای طرحم و وقتی که سایه و اینا رو زدم خیلی زیبا شد و اینم از نتیجه نهایی کار. که دوست دارین بازم براتون آموزش بذارم توی کامنت ها بهم بگین که چه آموزشی دوست دارین و از این ویدیو هم حمایت کنین که بازم براتون ویدیو بذارم. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدار.